این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان. اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست. از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان. این زمین را ارج از عرش است. بیاموز هرچند بیتوانیا، مگر خویشتن شاد گردانیا. این زمین را ارج از عرش است. شنونده عزیز، شما خوانشی بدیعی را تحت عنوان داستان نازگل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراریان و کارگردان زبیدالله جان محمد میشنوید. داستان نازگل. بزمیشات، تاریخ و واقعیت. آغاز گفتاری 26. شنونده ارجمند، در توی‌های مردمی تاجیک در قسمت جنوب یک عنعنه بسیار جالبی بود. آن را عنعنه آچشیر میگفتند. این نیز از بیان رفته است. من میخواهم که درباره آن معلومات بگیرید. آچشیر عرف چشمگیر و زیبایی بود در نواحی کلاب که با شرکتی فقط زنان برگزار میشد. روز نخستین که عروس را با دوگانه ها و شهبتک چادر راهنمون میشدند، پیر شیرویش آینه را که با متا پیچیده بود میکشادند. از آن فال نیک میگرفتند. یاد میاد در اینجا بیت بیدیل: قاصد به محیبان ز تمنا چه رساند، آینه بیارید که دیدار نویسند. از روی عرف عادت بیرون از چادر خویش و تبار نزدیک و هواداران گرد می آمدند که انجمنی خاصه را می ماند. مادر عروس در حضورشان از زنان فرزنددار و صاحب عزت و پارسا و محترم محله تنی را برمی‌گزید برای نگاه و بین دخترش. او را آچشیر اعلان میکرد. آچشیر رسالتی ویژه را به عهده داشت. زن انتخاب شده برخواسته اظهار منتداری میکرد، مسئولیت مادری را به دوش میگرفت و عهده‌دار بود عرف و مراسم های مقرر شده را ادا نماید. همان روز آچشیر نخست پیش عروس کاسه شیر که خودش پالانده و پخته است میدر آورد. عروس به کاسه انگشت میزد و میلیسید و قلت میخورد که مبارک میشمردند. سپس همچون نشانه بخت و سعادت و بختگشایی حاضران قلت از آن میخوردند. بیشتر دختران و جوانانی به بلاغت رسیده. البته به انجام این مراسم مادر دختر پیش زن کرتواری روی مال پایافزار نهاده حکمش را با آن بار دیگر تصدیق میکرد. آچشیر مسئول بود تا 40 روز هر صبح برای عروس شیر برنج، تخم آبپز، تخم بریان، تخم بشیر، حلوا، اتوله قندک، تر حولا، گرد سوز و برای شام غذاهای دیگر آماده کند. پس از 3 روز رسما به عروس به خاطر پاکی و به جاده مستقلانه راهنمون شدنش سر و پا کرتواری، رویمال، پاچه، پای پشت تحفه می آورد. از روی عرف عادت او تمام اون همچون مادر باقی میماند. عروس عضو خانواده آچشیر حساب شده
فرزندانش را برادر و خواهر و شوهرش را پدر می‌خواند. مثل دختر خود پس از مدت مراسم طلبان را ادا کرده در در و دکانش ضیافت می‌آراست آچشیر. فرزندان خاندان در کم و کاست اپخان حاضر گردیده به او همچون ریشه پیوند کمک رسان بودند. عنعنه آچشیر به چند خاصیت عمل غیر مقرری بود. زنان پارسا و صاحب احترام و سرفرزند انتخاب می شدند که سعادت و نشاط ایشان به نوخانداران میسر بگردد. از سببی که مادر اصل نه همه وقت می توانست از حال دخترش باخبر و دلبردار و نازبردارش باشد، این رسالت را آچشیر به جا می آورد. هر دو جانب به او اعتماد می کردند، زیرا آچشیر زنی بی‌غرضی بود که در بکارت و پاک دامنی دختر کفیل می شد. شنونده ارجمند، یکی از عنعنه‌های بسیار زیبایی که در مردم ما وجود دارد این تخت‌نشینی یا تخت‌نشانان. این چگونه است که در بسیار دهات کوهستان دیدم هست. مراسم دلبر است پیش تخت گذاشتن شه و عروس یا که شاه و ماه می باشد که با هماوازی حافظان برگزار می شود. از آنی که متن در ادبیات تاجیک به وجود آمد، این چنین حالتها در ورقها ثبت شدند. مثلا از عنصری بزرگ است از مبارکی این لحظه ها: نشستن برگاه بر ماه و شاه، چه نیکو بود گاه را شاه و ماه. سریر، مسند و تخت را از بساط عروس می سازند که با گلدوزی های زیبا آرا یافته است. آن را در ابتدا شادورد نام نهاده بودند. در آغاز مراسم نخست مراجعت بیتخوانان به شه بچه است: بالای تخت زر عروس نو در بر. شه لباس فاخر دارد و دهان و بینیش را با ریمال گلدوزی که شاید محصول دستی عروس است یا خواهر و مادر پناه می کند. این به عرف وابسته است که شه بچه را از چشم بد نگاه می دارد. در سر تاقی چکن یا دستار دارد. دستار همه دور و زمان خاص مردم بود و به قول استرابان از مادها از عصر 6 تا میلاد نشان است. تاقی باشد با نقش های زیبا ریب و رنگ داده می شد و شیرازه داشت. از حکمت و نزاکت عادت و عنعنه بود که صاحب سور یا سرور خانه را
هنگام آش مصلحت یا روز خرسندی طاقی نو می پوشاندند که به دولتش باز افزونی بیارد. به معنی که از حساب کلین دختردار شد یا از طرف داماد صاحب پسر. و در بزم شاد تنین انداز شدن سرود اکای تویدار دولت بسرت از همین عنعنه بیرون شده است. اکای تویدار دولت بسرت 130 ساله شود گل پسرت. و روبایی های می خواندن که مثل ای کوهی کلان تو را کمر می وایه، فرزندی عزیز تو را پدر می وایه، هرچند عمک به ناز می پروردد، دو دستی مبارکی پدر می وایه. و هم نقرات این سرود ادامه می کرد اکای تویدار دولت بسرت 130 ساله شود گل پسرت. و نیز اشاره به عروس داشتند. بالای تخت زرنگار نرگس مست پرخمار. هنگام سر تخت گذاشتن عروس پدیده جالبی رخ می دهد. در بعضی محلات روبینان آنجا صورت می گیرد. دوران قبل روی عروس پوشیده بود و دوگانه های عروس و خویش و تبار با روبینان گوشه از روی مال را برداشته نظر می کردند. برای آنان چه خوشبختی بود دیدن روی عروس را که سرچشمه سعادت و بخت می شماریدند. در این حالت سرود تنین می انداخت. ای دخترک میدهک یک دانه و حافظان یک جایه می خواندند بالای تخت زرنگار خمری مستی پرخمار یا نرگس مستی پرخمار. و ترانه و روبایهای موافق با آهنگ می آمیزند که تحریک انگیزند و شادی افزا، تلقینگری پاکی و آزادگی و صداقت و محبت. این چنین مراسم از مرتبه قدسی شه و شهبانو دلیل و دستک است. چند عصر است که مراسم به تغییر وامانده است. چنانکه در شاهنامه حکیم فردوسی آمادگی رودابه عروس زال به بزم شاد خوب و زیبا تصویر می شود. بساط بیفکن پیکر بزر، زبرجد در او بافته سر به سر، دیگر پیکرش دور خوشا بود که هر دانه قطره آب بود. و تخت زری نهادند که در آن آمده است. همه پیکرش گهور آگنده بود، میان گوهر نقش ها کنده بود. زیاقوت مر تخت را پایه بود که تخت کیان بود و پرمایه بود. یقین است که بزم شاهان و شاهزاده ها شکوه و بزرگی دیگر داشت، ولی مضمون همان است که بود. در شاهان تخت واقعی و در طایفه های دیگر تخت به رمز اشاره می شود و از روی مسئولیت و احترام شرکت ورزان شه و مه، شه و عروس راست می ایستند. اشاره زیبایی که نقرات سرود دارد تنین انداز می شود. حتی شه چی گفتی مانند گل شکفتی. و این از مقام خاصه شه بزم است. چنان حتی شه همان اختصار شده حضرت شه است. می باید به جریان مراسم اعتماد کرد که پخته و سنجیده شده. اینه که شه به خانه عروس وارد می شود، در هماوازی سرایندگان صدای دوستان و اهل تبار شه تنین انداز می گردد. ما به این خانه به شاد آمده ایم، شاد باشید، سلام آمده ایم. این قبیل سروده ها شادی برانگیزند و با چهره خندان و لحن شیرین گفتار فصیح و گوار است. همه جا آذین و آراسته است که شکوه بزم را دوچند می کند. در شاهنامه حکیم فردوسی همین حالت با شکوه تر به نظر می رسد. همه شهر زاوای هندی درای، زینالیدن باربت و چنگ و نای. تو گفتی در و بام رامشگر است، زمانه به آرایش دیگر است. زال را خندان با شکوه و عزت پیشواز می گیرد. سام که پدر بود از مادر رودابه صندوق دیدار کلینش را تقاضا کرد. یک اشاره زیبای تاجیکانه همینجا از اعتبار دور نمی ماند. بدو گفت صندوق هدیه کجاست؟ اگر دیدن آفتابت هواست. سام پاسخ داد که چی می خواهند؟ ز گنج و ز تاج و ز تخت و ز شهر، مرا هرچی باشد شما راست بهر. پاسخش مثل هر خسر تاجیک است که هینی روی بینان خانه و در و دارایی را به کلینش می بخشد. این نزاکت و لطف و همتی عالی بوده است. چنان در بالا ذکر شد، شه و عروس را پیش تخت می برارند که در داستان تصویر حرفه‌ای و خیلی روشن می نماید. به یک تختشان شاد بنشاندن، عقیق و زبرجد برافشاندن. سری ماه با افسری زرنگار، سری شاه با تاج گوهر نگار.
با این رسم بزم باز هم ادامه می کند. یک سلسله عباره و واژه های چیده و ربایی هم وامی خورند که از قدیمیت مراسم درک می دهند. من خواب بودم که یار آمد سحری، پوشیده لباس سبز مانند پری. شبهای دراز ای یار خوابم نبری، یک بوسه گرم یار خواب سحری. یا رویت گلم می ماند تند ماهی را، ره گشتن نکات کلبک صحرایی را. ربایی های سرودهای شاد خزینه بیبه هایند که از سینه به سینه و از دوران به دوران رسیدند. در برابر این همه در ربایی ها و دو بیتی ها که از مشاهده و تجربه زهیده از حوادث یادآور می شدند که در زندگیشان رخ داده به یک نوع تقویم مردمی است. برای مثال یک دو بیتی وجود دارد با نام از بالا کلنگ آمد خوش مرغابی، عاشق شدم به بچه کلابی. گمان می رود که از ایجاد خیلی کهن است. پدیده اجتماعی و حادثه طبیعی نشان گرفته می شود اینجا. چون این حالت در بهار رخ می دهد. می گویند که آلوچه، بادام و کلنگ رمز بهار است. مثل برگشتن و جای تغییر دادن پرنده های گرمی دوست، پرواز ترنه ها، بازگشت پرستو و غیره. کلنگ در ادبیات قدیم رمز درازعمری است و وفا و سفیدش رمز پاکی. در ربایی اشاره به زمانی شده که در بهار یعنی کلنگ را در پرواز دیدن و همان لحظه پرواز معمولی سله مرغابی ها را. بعضی به غلط با قاف کلنگ می نویسند که غلط است. چنانچه در آثار استاد شعر ناب ابو عبدالله رودکی کلنگ آمده است و هم خوش مرغابی که معمول شده است اشتباه می باشد. باید خوش مرغابی بوده باشد، چه در میان مردم خوش به معنای خیلی زیاد و فراوان استفاده می شود. چنانچه خوش آدمی بود. منظور اینجا همون روزی که سله کلنگ و مرغابی ها پرواز داشتند، این جوان و این دختر عاشق شده است. بدین ترتیب و موضوع در ادبیات مردمی مثال ها فراوانند. مثل خوشبوی بنفشه در جهان افتاده، دل از پی یاری مهربان افتاده. یا پردینه لو یا خوشبوی داره، سوزین جوان چه گفتگوی داره. به اعتبار و غلط پنداشتن آفریده های مردم شایسته نیست، چون که ادبیات شفاهی سرچشمه مهمی تاریخ است. دختری آیین گرمی دختری آیین گرمی به بوسه ندادی به منه، به بوسه ندادی به منه. وای قدینی حال یارو به ایت تو میده دارو. دختری آیین گرمی وای تو باشی در کنارو شیرین تو زنده باشی. بوسه ندادی به منه او دختری آیین گرمی، او دختری آیین گرمی به بوسه ندادی به منه، بوسه ندادی به منه. دست گل بچینو دختری آیین گرمی وای دردی سرتا نبینو شیرین تو زنده باشی. بوسه ندادی به منه دختری آیین گرمی او دختری آیین گرمی بوسه ندادی به منه، بوسه ندادی به منه، بوسه ندادی به منه، بوسه ندادی به منه. انجام گفتاری 26. شما خوانش بدیعی را تحت عنوان داستان ناسکل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراریان و کارگردان زبیدالله جان محمدов شنیدید.